ما جوانان تاجیک که بیرون از تاجیکستان تحصیل نموده کار فعالیت می‌نماییم هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که تنها به شرافت استقلالیت دولت جمهوری عزیزمان امکانیت پیدا شد. ما امروز جوانان آزادانه به این مملکت‌های دور سفر کرده تحصیل کرده صاحب کار کسب و هنر شویم. بردگاه اظهار کردن می‌خوام و اگر از نام تمام رفیقانم در اینجا بگم خطا نمی‌کنم، یکی از مقصدهای اولی هر یک ما این است که ما زودتر صاحب ملکه و مهارت شویم، زودتر متخصص کار خود شویم و اگر به مناسب گردد در خدمت وطن عزیزمون باشیم. تشکر. یک جا تشکر. من با شما سلامتی، موفقیت. خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، وقت ناز استفاده برید. آینده داشتن در دست شما جوانان است. برگشته وطن عزیز محبوب خود را آباد سازید. سلامت باشید. به ما نصیب گشت که به وطن برگردیم. استقلالیت، صلح و آرامی امکانیت داد که 4 سال پیش تشکیلاتی نوی تأسیس دهیم. ما از تمام گوشه‌های کشور عزیزمان طریق آزمون‌ها و ملاقات‌های بیشمار زیاد از 90 نفری لیاقتمند جلب نمودیم که سن و سال اکثریت آنها هنوز کمتر از 25 سال است. ما بهر رشد فرهنگ و کسب آموزی کارمندانمان هر هفته نکم از 2 ترینینگ می‌گذرانیم. برنامه سازان بهترین کشورمان را جمع کرده برنامه‌های ساحه بانکی را خودمان تهیه نموده ایستاده‌ایم. با همکاری زیج با بانک ملی تاجیکستان کوشش کرده ایستاده‌ایم که سهم خود را در ساختار بانکی کشور عزیزمان گذاریم. از هدایت و نصیحت‌های پیشوای ملت ما درک کرده ایستاده‌ایم که کلید موفقیت در صمیمیت، شفافیت، وجدانی پاک و مهنتی حلال است. کمبودی‌ها را به افضلیت‌ها تبدیل داده خطاگی‌ها را پذیرفته اصلاح می‌کنیم، زیرا راه رشد و ثبات بی خطاگی بودن نمی‌تواند. ما تلاش میکنیم که مثل الف راست باشیم، مثل الف استوار باشیم، مثل الف عدالت پرور باشیم. روز از روز زیاد شدن شماره مزاجانمان بار دیگر تصدیق میکند که این راهی درست است. ما جوانان الف از امکانیت هایی که امروز در کشورمان وجود دارند از صمیم قلب سپاسگزار میباشیم.